سلام. جمعه شما به خیر و خوشی. میریم که یک بازی عالی رو با هم شروع کنیم. امیدوارم شاهد بازی پرهیجانی باشیم. من شما رو به رعایت قوانین بازی و احترام به یکدیگر دعوت میکنم. بازی رو با روز معارفه شروع میکنیم و همه یک دور بدون چالش صحبت میکنیم. خب سلام عرض ادب و احترام همه دوستان عزیزم. به هیچ عنوان هیچ کسی ماسون برای خودش نمیخواد. واسه دیگری میتونید بخواید، واسه خودتون نمیتونید بخواید. بقیه ابیلیتی ها رو میتونید بخواید. بعد یه چیزی دیگه، ماسون با هر کسی بیدار شدی حق نداری نقشاتون رو به هم دیگه بگیم. بقیه قوانین هم قوانین خار مادر مافیا تایم. همتون دیگه بلد پلیری دیگه. به چرخه بازی جذابی داشته باشید. وقتتون خیلی ارادت. 2 تا 12 و گاد عزیز 3 و 4 و 9 و تارگت میکنم. آقای شماره 7 شما چرا دیسلایک دادی؟ گفت ماسونو نمیخواد، مثلا میخواستی بگی خیلی شهری؟ نه، تو رو گردن میگیرم. یک بازی امروز 3 تا تارگت میخوره، اون 3 تا مافیای بازی هن. 7 هم گردن من. بچر. نفر بعد. سلام دوستان عزیز دلم، از یک بازی تا 12 بازی از سلام ارادت. پنج بازی اصلا نمیزنم آقا، خانم با کی چشما میکنم اصلا آقا. بازیکن بعد. سلام ظهر عصرتون بخیر. یکی بازی مطمئن نیست تا تارگتی که زدی مافیا بوده؟ گرگان ماسون با تو بشینه؟ من ماسون برای یک میخوام. پس لینک دوم ماسونی تویی. ببین لینک دوم ماسونی تویی. من کاری به چیزی ندارم. ماسون لینک دوم مثل یا من با شما دوتا بگیش. بازیکن شماره 4. ایران زمین آرام از داد درود و مهر فراوان خدمت همتون. شهروند ببنده رو کارت شهروندی. 1 و 2 برایندشون واسه فرداست، ولی 3 رو میزنم. از این طرف 9، یکی هم به 12. امیدوارم که بازی خوبی کنار هم دیگه داشته باشیم رفقا. تعامل داشته باشید. شهروند باید تعامل داشته باشه. باک ندید خواهید. بازیکن شماره 5. یاسین هستم، یک عدد شهروند. این دو بازی و مطمئنم تو بازی مافیاست. دو بازی تارگت نمیزنی، میخوای ببینی با کی چش باز میکنی. تو که قطعی تو بازی مافیای. ماسون با یک میشینه. ماسون مطمئنم با یک میشینه. میخوام فقط با یک تو بازی تعامل کنم، با دو هم. نفر بعد. ادب خدمت دوستان. من 2 بازی که صداتون رو نشنیدم، ولی یک بازی میگه 3 تا مافیا میزنه. من یکی از مافیایی که دوست دارم به شما تارگت بزنم. شماره 1 بازی برای من قطعی مافیا بازی. 5 بازی رو دارم، یه دونم میزنم به همون نوع بازی. نفر بعد. عرض ادب دوستان، 1 تا 12 گاد بازی. خوشم با 11 تا بست پلیر بازی میکنم. خانم یک بازی، سایه خانم، شهروند بازی هستم. اگر شهروندی از من دنده عقب بگیر. بچه اجازه بدید تارگتی نزنم، میترسم به ماسون بزنم ناراحت شه از دستم. ماسون بازی با برایند خودت بازی بکن. حرفه‌ای بازی. بازیکن شماره 8. عزیزم، شماره 7 عزیزم، یه التماس دعای ویژه من از شما دارم. خیلی محتاج دعاییم. شماره 7 یه دعای ویژه فردا شب منو بفرمایید لطفا. نه کن کارت شهروندی من جلوی شماره 7 بازیه. ماسون هم نمیخواد تو رو بیدار کنم. من خودم تو رو بیدارت کردم، تو رو شهروند اعلام میکنم. شماره 7 بازی با یک بازی هم تو شماره 9 صحبت میکنه. همتون بخیر. سایه اسم و لباس هم چطوره خواهر؟ خوبه؟ عالیه.
این پریزه بازی گردن من، این فردا پازت میدم از این دک. این شیشه بازی امشب با چش باز میکنه، فردا جلوی منو میگیره. یه دونه هم میخوام بزنم به 3 بازی. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه. دلتنگ همتون بودم. سایه خانم شما رو تارگت میکنم تا شماره 9 سپیده خانم، از این ور چیکو و اشکان عزیزم. کل دک تارگت ها بنده. بازیکن شماره 11 سلام عرض ادب. 10 بازی، 3 بازی، 5 و 6 بازی. حالا دیگه اگر اینجوری میخوای بیای 10 بازی، فکر کنم تو پوش میشی روز اول. آره میدونی بلدم باز رو. پس چی شد؟ 10 3 5 و 6. ممنونم. نفر بعد. سلام عرض ادب و احترام، خیلی مخلص ارادت. ریونیز بازی هم 12 بازی، امیدوارم یه بازی جذاب هم تجربه کنیم. بله من 7 رو شهروند دارم، ماسون با 1 بشینه. های 8 بازی 2 تا 6 تا انتخاب میکنم. فردا برایندم رو اعلام میکنم، پشت دست شهروندم بازی میکنم. این شب میشه. زمان گروه مافیا. به 2 و 6 میخوای انتخاب کنی؟ آره مرسی، خوب هستی؟ حالتون خوبه؟ در میاد بازی، نگران نباشید. فقط دنبال زودیاک بگردید، فقط زودیاک، ولی اسم نبرید، نگید کی زودیاکه، فقط دنبالش بگردید. بگم چیکار کنید. بازی رو ما میبریم، شک نکنید. من احتمال باخت ما وجود نداره. یه شات درستی، بمب درست، زودیاک هم پیدا کنیم عالی میشه. فقط میبریم، اصلا نگران از این بار نیستم. بذار بچرخه ببینیم چی در میاد. فقط دنبال زودیاک بگردید، همین، هیچ چیز دیگه. شهروندای ابیلیتی دار رو پیدا کنید. یک روز دیگه شروع میشه. یک دور همه بازیکنان صحبت میکنن و امکان دادن چالش نیز هست. آقای دو بازی من صدا نشنیدم، خب ولی یه کرهگیر پیدا کردم که نمیدونست تارگت به کی بزنه، بهونه آورد که صدای شما رو نشنید. درسته؟ خانم شیشه بازی شهرنمایی بس است، نمیخواد ثابت کنی که مافیا نیستی و به من تارگت زدی. شما مافیایی. 5 حرفاشو نشنیدم، میخوام بشنوم. 3 بازی شما چیکار به ماسون و من و گرگان داری؟ شما بازی خودتو داشته باش، تارگتای خودتو بزن. این کار تو یعنی این که میخوای ببینی شب با کدوم یکی اما چشم باز میکنی، با اون یکی که چشم باز نکردی سفیدش کنی و به خاطر اینکه بگی ماسونو براش خواستم سفید بشینی تا ته بازی. درسته؟ 3 بازی 5 حرفاشو نشنید. صحبت‌های بازیکن بعد. خب 10 بازی به یارا دیشب چی میگفتی؟ میگفتی کی رو گردن بگیرن؟ صادقانه باشو بگو. به 3 میگفتی یا به 5 و 6؟ در میگیرم. خوبم باش. پس که بقیه رو سفید کردم دیگه، میدونید در جریان. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. سلام. 2 بازی هم یه عمر اینترنت هم خرابه، صدا هم هیچ وقت نمیاد. اینو باید چی کارش کنیم ما؟ یا گرگان به چالش میده. ادای شعور گاد دارن. اون گاد چقدر با شعور بازی حال میده. ناسای خانم ما خدا فرصت دوباره میده. منم بهت یه فرصت میدم که دیگه سمت 3 و 6 نری. فرصت آخرته. یه بار دیگه سمت 3 و 6 بری بازی رو ول میکنم، تو رو از دک میکنم بیرون. 3 و 6 شهرونده قطعی. امروز شهر با من تعامل میکنه.
من با دیارم که 10 بازی شالله کردم تو رو بدم بیرون بازیات بگیری. ها من گفتم میخوام به شهروندی یه کاش برسم. حالا سایقون کجای دیالوگ من مافیایی بود؟ ها به کدوم یکی از شهروندا تارگت زدم؟ آگه چشم باز کردنم گذاشته باشم بازم با شهر به کی کدوم شیشه یار منه من باهاتون رای میدم. دیالوگ شهروندتر از این دارید؟ 10 یار منه به 10 رای میدم. یارامو پیدا کنید من رای میدم. من میخوام با شهروندا بازی کنم. 7 تا 8 تا شهروند کنم دیگه کم شهروند داشته باشم با چاره رونیزم شهر باشه دیگه بس سلام مافیا وسط بازیه. ادامه چالشتو میدم بعد میدم عراق صحبت کنه. کیا یاز فدای تو بشم آخه تعجب کنم 20 ثانیه 40 ثانیه چالشه. ناکن 11 امروز شهر با من تعامل میکنه. ناکن یک روز شهر با من تعامل میکنه، یه شب هم دکتر با من تعامل میکنه. 11 رو امروز به گردن من میدیم بیرون. 11 شو ملق. این چه چالشی بود که گرفتی؟ تو فقط خواستی که از سکوت 11 من نخون مافیا من فردا صحبت نمیکنم. 11 رو منو میدیم بیرون امروز. 11 به گردن من میره بیرون. فدای گاده. 11 رو موافقم ولی 5 بازی داره ملق میزنه ها. میدونی چی میگم؟ میدونم شب یا بم جلو منه یا به قول خودمون شب شاد میشم، ولی رد خون داره میزنم. میگه 5 بازی رو نگاه کن ازش نگذارید. آره 5 بازی ازش نگذارید. هیچم هست اون سایه شما در مقابل به قول خودمون که میگه شهر میکنه حداقل باید بازی کنه. نمیدونم چه حرفی به 3 بازی زدی چه سایت آب دو خیالی بود و اینه اصلا این تو کت من نمیره. من 3 قطعی شهر دارم. شما اصلا شهر نمیتونم داشته باشم. ولی تو اصلا میگم 3 بازی بلند شده 3 تا شهر گذاشته بوده و الان 5 تا شهر گذاشته. حالا چیزی میخواد تارگت بزنه به اینا؟ شما رو دارم 5 یعنی 5 بازی فردا رد خون من نبودم. نه یک بذارید سر کلم دیگه 5 رو بدید بیرون ها. میدونم یا بم جلو منه یا شب شاد میشم. میگی نه نگاه کن. ولی بذارید بازی کنم. این میگم این کیانارک فکر کرده منه. بابا اون منم روز یک شاتم میکنم. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. خب دوستان شما با چه کارتی میایید شهروند روز یک معرفی میکنین؟ 2 تا 3 تا شماره 3 عزیز من متاسفانه نمیتونم شکلات شما رو قبول کنم. کیان عزیز شما هم تارگت میکنم پشتبندش. گرگان میترسم 11 میخواستم 11 رو بکوبم و پا شدی این صحبت رو کردی 11 با من بازی نکرده سبک بازی من نمیدونه. حالا نمیدونم میخواستم باشم بکوبمش ولی زود چالش گرفتی شما 11 پا شدی منو بفرستی اون دنیا. من رأیمو میدم دوستان. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. اون 5 بازی تو سیت که نشسته بوده تارگتش درست بوده ولی 6 بازی تو از کاوری 2 3 مشکوک دیروز بازی بلند شدی تارگت خلق کردی. درسته 6 بازی این برای تو. 10 بازی از شهروندی ترسیدی، از لینکی که داره درست میشه ترسیدی. من تو هم میکنم یه مافیا. 7 بازی متوجهش نشدم. 9 بازی اون 6 مشکوکی که تو 5 رو دیده بوده تو هم مشکوکی. 9 بازی واسه من صحبت ها رو میشنوم. اوشن مال هر کدومتون میخواد باشه ولی سیو دکتر رو فقط من بازیکن شماره به چرخ صحبت ها رو 5 میشنوم. تارگت قطعی خودم رو اعلام فکت فقط فکت. هر کی آدم زیاد بزنه تو بازی شهروند نمیشه. هر کی درست حرف بزنه شهروند میشه. شماره 2 بازی دیروز از نظر خودش ترپ پن کرده برامون. گفته که من تارگت نمیزنم که چشم باز کنم. حالا من تو بازی گردنش گرفتم گفتم این 2 تو بازی مافیاست. 2 بازی امروز بلند شده گفته سیت 5 بازی رد خون منه. 2 بازی من همین الان تو رو شهروند دارم. بلند شو یه دونه مافیا به من بگو. 2 بازی بلند شو دیگه عزیز من. این 11 تو بازی تو مافیاست. به چه فکتی؟ 11 بازی به 10 گفته اینجوری تو بازی تارگت زدی پوچ میشی. خودش بلند شده 6 تا 5 تا تو بازی تارگت زده. مگه میتونه همچین کاری بکنی تو رول شهروندی؟ این 11 رو اول میکنه بیرون. نفر بعد
دو بازی هنوز 50 صحبت نمیکنه. شما داری میگه به 50 تارگت میکنم. بفرمایید شماره 1 از شما بعید شماره 1 بازی 11 و 12 به عنوان نفرات آخر بلند شدن به شما شکلات شهروندی دادن، شما هم قبول کردی. یعنی چی؟ شیشه رو مافیا داشتن، پشت دست شما قائم شدن. اینجوری تارگت زدن بگین از 2 تا 6 من مافیا دارم، برای من میتونم اینا رو پس سفید کنم، چون منو جز اینا قرار دادی. بنده اینا رو شهروند میکنم با اینکه توشون تارگت زیاد داشتم. 11 و 12 بازی رو دارم دوستان. صحبت‌های بازیکن بعد. من شما الان مگه نگفتی اینا پشت کارت تو هن؟ بعد من شدم مافیا با اونا؟ چجوریه بازی؟ شماره 6 بازی گرگان مطمئنی 6 شهرونده تو بازی؟ بعد 2 بازی شما از من 11 بازی شما من چالش گرفتی راجع به 10 صحبت کردی. دیروز معارفه 10 قبل تو صحبت کرده بود. این چه چالشی بود گرفتی؟ نکنه مثلا به یکی از یارات زدم که پشت دیروز خواستی هم بزنی. 11 رو منم رأی 1 و 2 میدم. بچرخ. صحبت‌های نفر بعد. بچه‌ها یا من تا حالا با شما بازی نکردم، اجازه بده 12 بازی شما از بعدی بگیم از من تا حالا با شما بازی نکردم، بازیاتون رو نمیدونم. شما خیلی زود به شهروندی هم دیگه رسیدین. من شهرم. آخه سایه بلند میشه میگه گرگان مطمئنی 6 شهره؟ تو از کجا میدونی گرگان شهره؟ سایه خانوم ببخشید من اسم کوچیک من شهرم. یه روز با گرگان با اینکه اعتقادی ندارم به اجماع روز 1، ولی با گرگان بازی میکنم. من شهرم. از این ور نوع بازی شما دیروز بازی 6 رو گردن گرفتی، امروز تا الان هیچ چالش گرفتی. نمیدونم اصلا بازیاتون یه مقدار پیچیده است. من با شهر بازی میکنم. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. نوع شماره 7 شما شهروند اوکی، یه تارگت مشخص اعلام کن. خانم شماره 6 به این میگن فکت. شما 2 بازی و فکتشو میاری ولی لپشو میکشی. دیروز بازی تارگتت بوده 1 و 5 بازی 2 رو میبینی داره 5 رو تارگت میکنه، به 5 تارگت نمیزنی. آی شماره 8 اون 11 داره ایزی تارگت شهر میشه، درسته یا نه؟ اون 11 شهرونده. مافیای بازی 6 بازیه که شما شهروندش کردی. 6 رو با دست من بده بیرون، نخون مافیا، فردا منو یقه کن اگر شهروندی. اگر مافیایی میشه جونت. درسته آقای شماره 8؟ خانم شماره 6 شما قطعی مافیای این. مرسی. نفر بعد. فدای سرم، فدای یه تار سیبیلام که 11 بازی شهره. 11 بازی رو من گردن گرفتم دیگه. تو حق نداری اینجای بازی همش بزنی. سیو دکتر فقط امشب با من میشینه. نشینه دکتر آمپول زنم نیستی. سیو دکتر یه شب ازت خواستم، یعنی همین امشب. 11 امروز به گردن من میره بیرون، فردا من این وسط این دک منو لگدمال کنه. نکته بعدی، الان من صحبت 11 رو نشنیدم. اگر به گردنگیری من میخوان 11 رو بدین بیرون، بعد به دست من نگاه کنین. اگر رأی دادم رأی میدین، رأی ندادم حق رأی دادن ندارین. اینم نکته بعدی. باز نگین گرگان تو زدی خود رأی ندی. اگر رأی دادم پشت دست من همه رأی میدن، 11 میره بیرون. تمام. ممنونم. نفر بعد. گرگان یه سوال، ماسونم با تو بیدار شه؟ سیو دکترم میخوای؟ خب نمیتونی. من واسه سایه خواستم ماسون، سیو دکترم میشینه با 1 دیگه. ماسون اونو بیدار کنه، اونو شاد کنن، تو چی؟ گرگان بازیت نمیخونم. تو شهروند نیستی، من تو رو در میارم از تو شهروندی، چون تو 6 رو نمیزنی. این 6 تو دک قطعی مافیاه، درسته؟ اون 2 میتونه مافیای بازی باشه، این 3 شهرونده. ماسون باید با 1 بازیکن بشینه. شماره 9 صحبت میکنه. سلام، روزتون بخیر. بازیکن شماره 9 بازی هستم. یه عدد بازیکنی که تو این دک حضور داره. دیروز 5 رو گردن گرفته. تازه زره پوش هم هستم. زره هم از فولاد آهنینه.
5 بازی چه خبر؟ من گردنش گرفتم هیچ کی راجعش اصلا یادتون میره 9 نامی هم هست تو این بازی. 5 مافیای بازیه، 6 مافیای بازی، شما 4 بازی 6 امشب با 5 چش باز کرده حرفی نزده. 8 بازی هم میخونه یارش، اصلا امکان نداره 6 اینقدر داره تو میزنه تو حرفشو. 5 رو تارگت کرده میاد میگه دیگه باش کاری ندارم اون نبینی میزه روی یک بازی. مگه یکم شهر نداری؟ چجوری میتونی 6 شهر داشته باشی که داری میزه روی یک بازی؟ من 11 رو شهروند دارم تو این بازی. امروز با من بازی میکنی. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. فیده خانم خواهرم اصلا تمام براینده منو به هم ریختی با صحبتات. من 5 شهروند دارم داری میکوبیش. 6 و سایر مافیا داره، گرگان شهر داره، سوسو هم بینش. 3 بازی ازت دندقب میگیرم، 11 بازی من تارگتم روت هست عزیز دلم. شما من امروز بازی 2 بازی 11 بازی رای میدم به اینا. 5 هم شهروند دارم، گرگان و سایرم فعلا شهروند دارم. ریونیز باد بازی میکنم. ریونیز ممنونم. نفر بعد. شهروندی با محسن هیچ فرق نمیکنه. اگر میگم این شهر اینم بگیرم شهر، به این که من گفتم شهر نمیتونم دندقه اینم شهر باشه و اینم شهر، خب بازی در اومده گرگان. این از حرف زدم فهمیدم دیگه کدوماتون شهرین. این مافیاست، این مافیاست، این مافیا یا زودیا که آره گرگان بازی رو در بیار دیگه. در اومده 11 6 2 جای دیگه 2 مافیا بالا نگرد. بازیکن شماره 11 صحبت میکنه. بازی تو بازی باشم، یک بازی تو بازی باشم، الان اعلام میکنم باهاتون بازی نخواهم کرد. ببین بر علیهتون حرف زدم، رأیاتون رو زیر خودم ببینم. من مجبور نیستم با شما بازیم، کسی هم هفته تو کله من نذاشته، مخصوصا یک بازی با شما نیای فرد منو نگه نداری. من گره میشم، گره بشم دست پای شهر رو میبندم. چون این بازی من تارگتامو زدم، رو تارگتام هستم، دنده عقبم هم کار نمیکنه، شهر بدیم و یک بازی رأی منو زیر خودت و 8 بازی خواهیم دید. من بلد نیستم بازی شما رو. من تارگت زدم بازی نکردی، بازی شماره 9. آره بازی قشنگ نرده. 3 بازی من مافیا میگم از روی این یکی یارم 11 هم میزنم میریزم رو یکی یارم که مافیاش داریم میگم امروز فقط 6 رو بکنید بیرون. یه یارمو دیگه هم میدم یکی یارم رو رای میدم. خیلی اصلا بازیاتون چیز داره، باگ داره. 10 بلند میشه میگه ریونیز با تو بازی میکنم و ریونیز رو تارگت میزنه 8 رو، بعد میگه ولی من 8 رو شهر دارم. بازیاتون باگ داره. امروز با من بازی میکنی 6 میره بیرون. گارم به من میدی میزنم سر 5 بازی. 5 رو کی شهر داره؟ 10 بازی شما شهر داری؟ شما رو هم با 5 میکنم بیرون. بازیکن بعد. امروز میخوام 2 بیاد بالا، 6 بیاد بالا، 8 بیاد بالا، 11 بیاد بالا، 12 هم بیاد بالا. چرا نیاد بالا؟ بیاد بالا. دوباره میخوام صحبت کنم. من رأی خروج 6 رو میخوام. اون 2 مشکوکه، باک داده. این 8 بعد اگه قرار باشه دکتر با تو بشینه 8 بازی سیو دکتر هم باید با تو بشینه. مگه میشه چنین چیزی؟ لینک ماسونی رو یک بشینه بعد تو میگی سیو دکتر رو تو بشینه؟ میشه مگه تو گرگان تو شهر باشی اینجوری میخوای صحبت بکنی؟ و تو 6 رو نمیبینی 11 رو میخوای بدی بیرون؟ اصلا چنین چیزی امکان نداره. میارید بالا همینا. سپاسگزارم. نفر بعد. شماره 12 بازی اینقدر داد و بیداد نکن که کسی با داد واسه من شهروند نمیشه. این از این. شماره 9 بازیش تارگت خلق نمیکنه غیر از 6 بازی. اگه 6 بازی رو تارگت داری باید 8 بازی رو هم بزنی. درسته؟
اینطوری هست. شماره 9 شما زدی بالا، من حاضرم با شما بیام بالا. شماره 9 بازی و 4 بازی فقط یه دنده وایستادن روی شماره 6 بازی. من با اینا قفلم. 9 بعد 4 بازی سایه قبول نکردی، من به تارگت زدم از شکل شهروندی 11 و 12. 11 تو میگی زمان رأیگیری. دوستان آماده باشید. نفر بعد. بازیکن بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. شماره های 2 و 6 و 8 و 11 در دفاعیه حاضر میشن. حرفی ندارم واسه گفتن. بکش زیر من برم بیرون. با 8 رای اومدم بالا. احتمالاً مافیان دیگه. من مافیام. رای بکش زیر من. شما شهرونده باید بکشید دنبال من واسه من امتیاز رو بگیرید. اصلا واسه مهم نیست. وقتی با 8 رای میام بالا مثلا اصلا مهم نیست. من مافیام دیگه. رای بکش زیر من. شما باید بکشید دنبال امتیاز من. مثلا زحمت بکشید. چون تو بهتون شهروندتون رو در دست میدید. صحبت‌های بازیکن بعد. 6 شهروند هیچ جا نمیره. فقط بذارید 3 تا مافیا یه دونه جودیا که بازی به بنده رای بدن. درسته؟ هیچ جا نمیره. یعنی فقط 4 تا رای بر من میاد بالا. شماره 9 بازی به قطع مافیای این بازی هستش. از روی 11 بازی داره هم میزنه شماره 9. 8 بازی گفته 11 بازی میریم پشت دستش بازی میکنیم. امروز 11 میره بیرون. سایدش برامون مشخص میشه. 9 که داره از 11 هم میزنه گفته بین 2 تا 6 میگه هنوز تارگتا همونه. خب تارگتا تو شماره 11 مشخص کن. مشخص کن. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. نگاه کنین یا شما باید به صحبت شما 12 گوش بدین یا ندین دیگه. میخواست بیاد تو دفاعی صحبت کنه. چرا رأی ندادین؟ پاک تو سرتون. این نکته اول. نکته دوم 12 بازی. یا با دست من بازی میکنی امروز 11 رو میدی بیرون، یا ما با دست تو بازی میکنیم 6 رو میدیم بیرون. ولی به شرط هر کی میخواد به 6 بازی رأی بده با دست 12 بازی، من فردا بازی رو ول میکنم. فقط 12 بازی رو بازی میکنم بیرون. اگر امروز به 6 بازی میخوای رأی بدی باید گردنش بگیری. 12 بازی اگر رأی دادی با دست تو رأی میدم، یا با دست من 11 رو رأی میدیم به گردن من 11 بازی میره بیرون. به همین راحتی دیگه. هم بازیکن شماره 11 صحبت میکنه. شیشه بلد نیستم کلوکی بکشم چون سواد کلوکی کشیدن رو ندارم. گفتم به زبان
فارسی گفتم، عربی هم نگفتم. گفتم 1 و 8 دیگه بازی نمی کنم تا هستم نمردم رای زیرتونه و 4 تا تارگت. آقای ده شما میدونی این قضیه رو، میدونی من دارم چی میگم. این یاره چی جوریه شیشه بازی لج کرده، میگه من به کیادم تارگت به 4 و 9 به 4 و 9 زدن تاوان پس باید بده. هر کی به 4 و 9 بزنه من سفید می زمان رأیگیری. دوستان آماده باشید. نفر بعد. بازیکن بعد. بازیکن بعد. با اکثریت آرا شماره 11 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. کنم اگر ماسوم با 4 بازی 9 بازی بیدار نشه به این شهر خیانت کرده. کارا همراگاه بشینه دم در خونه شیشه بازی با 10 هر کدوم انتخاب کردی گله فدای همه تون بشم. بازی رو یاد میگیری 10 بازی من بلده با شب میشه. تیم مافیا بیدار. آیه رو بمب بذار بره، 7 رو شات کن بره، گرگان بمونه تو بازی. شعبد بازم فقط 8 رو ببن، 8 رو بزن، 8 رو ببن، 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 4 عزیز 8 رو ببن، 8 رو ببن. ای تمام شد، شهر ترکید، تمام شد. ماسونم اگه با شما بیدار شه شهر همین الان ترکید، هیچ راه بردی نداره. اون دو هم فردا به عنوان زودیاک میبندیمش، بین 2 و 6 یه دونه زودیاک نشسته ولی 2 است. اوکی آره ترکید تمام. تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان. آقای سفیدی؟ سفیدی؟ آره. گرگان ببین خیلی مشکوک داره بازی میکنه گرگان. فردا اون کسی رو که میخوای بیدارش کنم برام سفید کن اگه شهری. خب ببین برو سمت 9 به نظرم شهرونده. تو دک مافیاست، اون 5 مافیاست. بذار حالا گرگان استعلام چرا بیاد. از روشون هم زد ریخ رو 11 آخه؟ گرگان هم مشکوکه. خب همین دیگه، من زدم به 3 و 6، احتمالا یه یار بین اینا داد که اینجوری ریخ رو 11. حله حسن ببینم فردا من چشم باز میکنم. یک روز دیگه شروع میشه. بازیکن شماره 1 توسط بمبگذار انتخاب شد و بمب روی او فعال گردید. اگه موافق استعلام وضعیت هستین لطفاً رأی بدین. یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. ما چرا به دو رای ندید؟ چرا یه سیو دکتر درست بوده دیگه، بین 8 و 1 یه سیو دکتر نشسته، یه لینک ماسونی نشسته احتمال زیاد. درسته؟ هممون تو بازی صحبت ها رو میشنوم. امروز با من بازی میکنه، جز با من بازی کردن ساز مخالف بزنید مافیای بازی هستید، باید با من بازی کنید.
درسته؟ عکس بازی لایکتو ببینم. تو با من بازی نکردی، تو فیت فقط 11 رو داشتی. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. می‌دونی چیه؟ فکر خودت روی خب حمیدی فکر میکنی الان تو عدد شدی، فکر میکنی پلیر شدی. آره 2 بازی شهروند مثلا کردن میگیری، 3 بازی تو راجعه مثلا افسری که رای میکشی زیر من. ببین یه روز تعامل میکنی رای میکشی زیر 3 بازی، یه روز بلند میشی پشت در میام فکر میکنی خبر بعد رای میکشی زیر من رای 2. جونم دمت گرم اون بمبگذاری که گذاشتی جلوی که بازی. نگاه کن شیر مادر حلالت باشه که اونی که بلند شدی بوم گذاشتی جلوی که بازی. یعنی نگاه کن نازش هست این کارو کردی. دمت گرم اون کاری که این بوم گذاری این کارو کردی. یعنی من نگاه کن، من خودم نگاه کن ببینم بازیکن بعد. کیان جان به خاطر همین استلام نمیخواستی، درسته؟ استلام 11 رو برای همین نخواستی، میدونستی چیه، درسته؟ عجب. اشکان گرگان بازی میکنه امروز با ما دیگه. ما 11 رو دادیم بیرون، من 11 هم خودم تارگتم بود. فعلا شما با هم دعوا نکنید. الان کیانی که لب تیغ بوده برگشته اومده داره مسیر رو عوض میکنه میره جای دیگه، خیلی جالبه برای من رأی 1 و 2 زیرت میکشم کیان تو بازی باشم. فراموش نکن دیسلایک نده. شماره 5 شو ملق نشسته کف دک. شماره 2 بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. کیان قبل از اینکه به من رأی بدی من بمبوس کنم چون میدونم چند رمزش چون مافیا هم به اون 7 رأی میدی بره بیرون. شماره 2 شماره 6 شماره 5 شما 3 نفر به اون 7 رأی میدین. شما 3 تا شهروند منی. ببینم لایکتون رو. وقت گذشت به اون 7 رأی میدین. آقا وقتم گذشت لایک دین دیگه. بازی بلد نیستن یا اینجا میشینن. امروز فقط این 5 و 6 میدید بیرون. بازیکن شماره 9 از اینکه محافظ باید بلند شه برای سایه 2 بازی. نه محافظ بذار باید بلند شه سایه. آخرین بازی یادتون گفتم من با تو بازی میکنم دیگه، درسته؟ گفتم تحت هر شرایطی دیگه با تو بازی میکنم. ولی ساید منو در نمیارید دیگه. ساید منو در نمیارید توی این بازی. میگم 11 شهرونده. هیچ شهروند اینقدر شو مافیا نه، مافیا اینقدر شو نمیاریم. 2 مشکوکه. ببین 2 5 6 دهم بچه زودیاک بازیه. دهم زودیاک بازیه. تموم شد و رفت. بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. داری که به من بده، اگه نداریم ولش. آقا خودم دیروز به 2 گفتم مافیا، امروز نمیذارم بدینش بیرون. من شهروند تو بازی بهش گفتم مافیا، 7 تا رای براش اومده بالا. حالا 9 بازی که دیروز فقط منو تو بازی خلق کرده بود، امروز متوجه شده که 2 که من روز 1 تو بازی گرفته بودمش همون مافیاست، هم من تو بازی مافیام. این 9 هر چی باشه تو بازی شهروند نیست. یه گان به ساید من بلند بشه تو سر 9 خالی کنه میخونه یه دونه مافیا. دوستان نمیخوایم بازی متوجه بشین نشین، اصلا برام مهم نیست. منو میدیم بیرون امروز تو بازی براتون وصیت میکنم. متوجهی؟ مرسی. نفر بعد. خدا اولا بذارین من تشریح کنم دیروز چه اتفاقی افتاد. ما دیروز رأیگیری نداشتیم، شماره 11 رو مافیا دیشب شات کرده. متوجهین؟ این برایند دیروز بازی. 11 دیشب شات مافیا بوده. بعد بمب هم جلوی شماره 1 12 بازی گذاشته، مافیا نذاشت. این در جریان باشین. اون بمب جلوی 1 بازی اون 12 گذاشت. ماسون با 1 بشینه، ماسون با 1 بشینه. تو چه کار داری ماسون با کی بشینه؟ بازیتو بکن. حداقل 3 تا گرا بده که بمب نره جلو اون بدبخت.
منم 9 رو مافیا دارم، چون 9 معتقد من دیروز میدونستم 11 شهرونده. تو میدونستی دیگه، بله تو آگاه بودی که 11 شهرونده، ولی امروز با 12 بازی میکنیم دیگه. من بهش قول دادم دیگه با من بازی کنه، باش بازی کنم. با من بازیکن شماره 7. خیلی خوبید شما، باور اصلا خیلی خوبید. 8 بازی نکنه 8 بازی با 12 یاری با هم دیگه قرار گذاشتید هر روزی یه دونه رو بخورید برای خودتون؟ چی جوری دارید بازی میکنید؟ رد خونی هم باشه الان باید گرگان من یه بار دیگه هم با تو بازی کردم، تو بلند شدی اینجوری بازی رو. من نمیفهمم گرگان. من میگم تو بین 3 و 6 یه یار داشتی، بلند شدی ریختی رو 11 بازی. گرگان من اینجوری بازی میکنم، من با شماها بازی نمیکنم، من با برایند خودم بازی میکنم. بلند میشید روزی یک میریزید روی یارو، تو برو الانم میخواید سر این 2 بدبخت در بیارید. من به 2 هم میگم شهر. گرگان تو بین 6 و 3 مرسی. نفر بعد. اینو مافیا دارم، یعنی رأیم دادم و 7 رو باش موافقم. میدونی من به پلیر نمیزنم آرمان، یعنی ببین نه به رونیز دیروز با نقش شهروند ساده منو چند بار با هم بازی کردی آرمان. من به پلیر نمیزنم، دوست دارم با فکت بدم بیرون. با هم بازی کردی، این اصلا کلا شورول مافیاست دیگه. به گرگان هم میرسید یه شهر بخوره دیگه. چی بگم؟ گرگان نوکرتم با تمام و کمال احترامی که برات قائلم. شیشه رو با کارت مافیاش خلاص. بازیکن شماره 6. ببینید گرگان شهر دادی بیرون، ولی اگه شهروندی امروز بلند میشی شماره 3 که گفته تو میتونی یه شهر بخوری ازت بر میاد، با من بازی میکنی. چون دیروز من با تو بازی کردم به 11 بازی و 11 بازی به قول خودش کروکی بلد نیست بکشه. وقتی نمیکشه واسه همین برای من میشه تارگت، چون تارگت مشخص نمیکنه، عدد نمیگه. این از این. من به این فکر حالا شما رسه دیروز من 2 بازی رو تارگت کردم، هم ایشون برات مافیا بوده رای دادی زورت نرسیده بره بیرون، شده 6 بازی مافیا. 2 بازی کجا رفت؟ 3 بازی به قطع مافیای بازی، 9 بازی که رفته پشت دست 8 بعد امروز 9 بازی رو بلند. بازیکن بعد. خب شماره 9 یه نقشی رو به من میچسبونه، من ریاکشن نشون میدم. دنبال زودیاک برای چی میگردی؟ شماره 9 مافیا دنبال زودیاک میگرده. این از این. شماره 6 شما با گرگان بازی نکردی. گرگان اومد کاوری تو رو برداشت، 11 رو دادیم بیرون، الان هیچ اتفاقی نیفتاده. فکر کنید شات مافیا بوده. من رو 2 بازی هستم، من به کیان رای میدم. شما به هر کی دوست دارید رای بدید رای بدید. من رای میکشم زیر کیان. ممنونم. نفر بعد. اگر شما کارت شهروندی کشیدین که من تو بازی مافیام، خود سیت 8 بازی که امروز با من موافق 9 تو بازی مافیا، دیروز با همون 9 یه رای کشیده زیر من. متوجه دیگه این 8 که 9 آدز تو بازی مافیاه، مگه میشه اینا رو متوجه نشید؟ 8 بازی که تو گردن منه عزیزم. این 9 اگر شهروند باشه خودم تو بازی به گردن خودم خلاصش میکنم. من تو بازی تو رول شهروندی اینقدر چلوولم اینجوری بخوای تو بازی منو تارگت کنه، خودم میرم بیرون تو رو تو بازی وصیت میکنم. 9 بازی چون مطمئنم این 8 مافیاست، این 6 هم مافیاست، ولی تو شهروندی اول تو رو میخوام بکنم بیرون چون بازی رو نفهمیدی. متوجه 9 بازی چون بازی رو نفهمیدی اول تو. بازیکن شماره 7. ببین بچه تایم ندارم سری صحبت ها بکنم. محافظ بازی زودیاکو ولش کن. اگر میخوای شهرنده بشه بلند میشی برای یک بازی بلند میشی. ببین بابا سایه بشین دیگه، اعصاب منو خورد نکن. محافظ بازی گوش کن به حرف من. برای یک بازی بلند میشی آگز بذار برای برد شهروند. یک بازی رو بلند میشی حرفه‌ای بازی.
ببینم شیشه بازی مگه نگفتید شهروند به من رأی نده، من فردا چی کار کردی برای این شهر؟ هشته بازی مگه نگفتی چه کار که آقا من هم به شیشه رأی میدم به هشته رأی میدم، میخوام رد خون 11 رو بگیرم. محافظ بلند میشی، سیو دکترم میخوام. محافظ بازی بلند میشی برای یک بازیکن شماره 4. بین 79 هست که میخوان محافظ باشه، خودشون ترتیب هم دیگر رو میدن. نمیگم دقیق کدومه که این موقع بسته نباشه، امشب خودشون ترتیب هم دیگر رو میدن، یکیشون زودیاک یکیشون مافیا. درسته. آقای پنجه بازی از تبری اون 8 استفاده کردید، رأی کشیدید زیر 11. درسته. امروز شیشه رو مافیا داره، میخوای رأی بدی به 8 بره بیرون. موضوع آگاه اون 2 هم هستی. درسته. پنجه بازی شما قطعی مافیا، شیشه بازی شما قطعی مافیا. بین 7 و 9 هم یه زودیاک یه مافیا. اون 10 اگه زودیاک بود لایکی که داد باید پیک میشد. درسته. پس 10 شهرونده، مافیا هم نیست. به چرخ دوستان، اون یکی بازی بهم چالش میده، بین 5 و 6 هر کدوم رو رأی بدید رأی میدم. بازیکن شماره 9. شما 4 باز دنبال کیکیه یه نفری؟ چرا که هشته بازی چند بار با من تو این دک بازی کردی؟ کسایی که با من بازی کردن میدونن من بلند میشم، اگر نفر 1 2 باشم واسه خودم 4 5 تا شهر معلوم میکنم، به همه اعلام میکنم. من تو این بازی اول شهروند پیدا میکنم بعد مافیا. اینم بذار پر بازی نقصم. شیشه بازی میگه 8 بازی شهروند خوردی ولی اشکال نداره، بیا امروز سر رو بدیم بیرون، اگر شهری بیا سر بدیم. آقای شیشه رو به ساید من بکنیم بیرون، از پنجه میخوام یه دندقم کوچولو بگیرم چون بازیکن شماره 3. ببین خانم شماره 6 از کجا میگه 8 شهروند؟ نه از کجا فرید بنده خدا اجماعش هم که میگیرید. ببین پنجه بازی تو باید مسئله به 4 بخوره، میگه من بین 5 و 6 هر کدوم خواستید رأی مرگو میکشم من مافیا. چه مافیا؟ بیا برو بیرون، یا برید بیرون. من گفتم دیگه بازی اصلا فقط گرگان چرا نذاشت دورت از کارت مافیاش خلاص کنم. گرگان برای محرم خوری بخونه. بیا ببین من مافیا اعلام میکنم، آقا تو شهروندات اعلام کن. بیا جای دیگه تارگت. مرسی. نفر بعد. میگه من برم بیرون، لینک تشکیل نشده، من مطمئنم. لایک و دیسلایک نده کیک نشه. سیف دیروز رو 8 بوده، پس سیف دیروز رو 8 بوده چون بمب رو 1 هست، پس 8 شهره، 1 محافظ براش بلند بشه. درسته؟ این تا اینجای کار تو تناقض داری وارد بازی میکنی. درسته؟ فقط تو بازی این که اصلا درت شکی نیست. شیشه معتقد بود 11 یار 9 هست. درسته؟ امروز باز معتقد با 8 میخواد بازی کنه. این که خودش رفته بیرون تکلیفش بازیکن بعد. نمیخواد فقط بکشم زیر. نه شما از سایه خانم بگید، شما از سایه بازی نمیخواد بکشم زیر این شما 10 بازی این 3 بازی. امروز تو راجع من 7 ساله دیگه. درسته. اصلا راجع من صحبت رای 2 میکنی. این شما رای بده من رای میکشم زیر شما. 3 و 10 بازی دلم میخواد رای بکشم، اون هم رای بکشم زیر من. درسته کچم. کچم تو که بودیه که بازی دیسلاک نده حالا یار کیک میک نشی حالا برای بیا یقمانو بگیری. تو که زودیه که بازی هستی. آره کلی کترت معلومه. تو هم خود معلوم مافیایی به بازی. تو مینه که اصلا راجع من حرف نزدی. راجع من یک کلام حرف نزدی. این 11 بازی ای وای بابا چرا لایک و دیسلایک میدی؟ هر کسی با هر نقشی لایک و دیسلایک بده کیک میشه. قانون بازی. بچرخ. بازیکن شماره 8. یاد عزیز شبهای اعیار رو پشت سر گذاشتیم. الهی علف این نمیدونست بدبخت تریاک نباشه نمیتونه لایک و دیسلایک بارش کردون. یه فرصت دوباره بهش بده.
شماره 5 بازی به خروج 2-6 دیسلایک میده. هر کی گفت 6-2 دیسلایکش داشت فرش سوراخ میگرد. ریونیز بلند شده 7 داره میکنه بیرون، خوشگل نشسته اون کنار اصلا لایک و دیسلایک نداد. با خروج 7 موافقی شماره 5؟ شماره 5 با خروج 7 موافقی؟ شماره 5 نه خب برو بیرون. ریونیز این 5 هر کی تو این بازی مافیا باشه این 5 سیو مافیاست. محافظم برای یک بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. از به هیچ عنوان برای من بلند نمیشه، به هیچ عنوان. اصلا دیسلایک کردید، گوش کنید ببینید چی میگم. زودیاک بازی زودیاک هم سیاهه، اصلا محافظ برای من بلند نمیشه. فقط گوش کنید ببینید چی میگم. آریونیز شما اون 7 رو الان از کجا خلق کردی؟ اون 2 رو از کجا خلق کردی؟ تو بازی شما دیروز 5 تا رای آوردی نشستی، اون 11 خورده شده جات. گرگان چرا از سر دست از من چالش گرفتی هم زدی از روی شیشه شو ملق؟ چرا من میگم بین 5 و 6 شما 5 رو انتخاب میکنید نه 6 رو؟ دلیل این همه تناقض چیه؟ شما رو ترزگه خروج 6 رو نمیخوای. راست داده بودن دستت. چالش میشه خودم میدم. 12 شوتپان برو بیرون. چرا به ساید خودت نمیزنی شماره 12 بازی؟ به حرف این اون میزنی شماره 1 سایه. متاسفم برات، متاسفم که تو الان اینجا برایندت فقط 6 بازیه. بیا 4 بازی صحبت کن. بنده که شهروند این بازی هم 12 بیچونو چرا رأی میکشید زیرش دوستان. رأی 1 و 2 رو ببینم واسه 12 بازی. محافظم برای 1 بازی بلند نمیشه با این که شهرونده، با این که بام جلوش من شهروند دارمش. بازیکن شماره 4 پیش مگه ساید شما خونده شده؟ دو ساید شما 12 شما باید کارت شهروندی اون 2 رو از 5 بخری، درسته؟ اون 5 تو این دیک مافیا، 6 تو این دیک مافیا، 7 و 9 هم بینشون یه مافیا زود یک خوابیده، درسته؟ زیر 4 تاشون امروز رأی میدن. رأی قطعی من به 6 بازی یا 5 بازی رأی دومو میدم، صحبتشون رو بشنوم و رأی قطعی من به یکشون میدم. این از این. محافظ اگه زیر فشار تارگتی واسه 1 بلند شه تکلیف بازی مشخص شه بدونیم کجا باید رأی بکشیم دقیقاً، درسته؟ اگه زیر فشار تارگتی نیستی بلند نشو قطعاً. به چرخ 5-6 محافظ بازی، آیا عملیات خنثی‌سازی رو شروع میکنی؟ محافظ تصمیم به حفاظت نداره. خود بازیکن باید رمز خنثی‌سازی رو انتخاب کنه. شروع فرایند خنثی‌سازی بمب. میبایست یک کد به عنوان کد خنثی‌سازی بمب انتخاب گردد. میریم برای رأی گیری. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. بازیکن بعد. که شد یه ترن صحبت همه رو بردیم بالا که چی شد؟
نفر بعد. شماره های 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 12 در دفاعیه حاضر میشن. جای بازی براینده من اینه: 1 بازی شهر، 7 بازی شهر، 5 بازی شهر، 6 بازی هم شهر، 3 بازی تپانم شهر. ببین 5 تا 6 تا شهر داره میزنم در خودم. فقط میخوام بازی خودم رو کنم. 4 قطعی مافیاست، 8 قطعی مافیاست، 12 مافیاست. ببین نمیدونم بین یکیشون بین 5 و 6 بازی یه دونه زودیاک داریم، نمیدونم کدومشون، ولی من میگم قطعی 12 مافیاست، 4 مافیاست، 8 مافیاست. نوع بازی هم که داره یک و سویت اونم میتونم بزنم سویت. این 3 تا رای خشت خودم داره درست کنم. بازیکن بعد. شماره 2 با 530 خورده بازی هنوز بازی بلد نیستی؟ شهروندی تو رو من دارم میارم تو این دک، از اون 5 دارم میخرم. حقت از اون دک بره بیرون. تو زیر من رای میکشی؟ من مافیا؟ ببین شهر به بازه حق میشه به بازه. 5 و 6 نمایان رو نمیبینه، اون 7 نمایان رو نمیبینه، 8 مافیاست. تو نمیبینی دارم پشت کارت و 8 بازی میکنه. یه رای بکشم زیرت بری بیرون. شما بازیکن شماره 5. قدر شما شوین آخه مگه آخه کدوم کارتو میزنید مافیا بکشید خدایی. آقا این سیت 2 که تو بازی شهرونده، فهمیدی؟ این سیت 2 تو بازی شهرونده. سیت 8 بازی بلند میشید فقط تو دفاعیت باید بگی یا 5 بره یا من. متوجه سیت 8 بازی؟ چون من مطمئنم 9 بازی مافیاست، 4 تو بازی مافیاست، مطمئنم. فردا اقام به من میرسه میزنم سایدمو باز میکنم. من تو بازی بمونم تو رو وصیت میکنم. 8 بازی ها بلند شو تو دفاعیت فقط بگو 5 بازی بره، چون تو مرسی. نفر بعد. بازی میبینم ریا اصلا یه طوریه. مثلا همین 7 که 4 داری میگی داره به من همش رای میده، توی صحبتاش هم میگه 6 بازی مافیا. من نمیفهمم چجوری با هم دیگه باکس میکنی شما نشی. من کله کلنگ و تیشم همش زدم تو ریشه، زدنم تو ریشه. چی بگم؟ همش من میام بالا دیگه. چه برایندی داشته باشم؟ یک سایه میدونی چرا رای دادم بهت؟ خونساتونه بکنی. تونستی خونسا. بازیکن شماره 7. بازی متاسفم برای تو شهری ها. تازه رسیدم به اینکه این 6 هم شهره، ولش کنید. تو هم شهره. 12 بازی از اول بازی بلند شدی گفتی 2 مافیاست، 2 مافیاست. چرا تیرتو زدی به 6 نزدی به 2 12؟ چرا مسیرت به 8 نمیخوره با هم دیالوگی ها؟ بچه ها گوش کنید، اینا گفتن یه روز من گردم میگیرم میخورم 4 بازی. تو یا یار اینا یا یه شهروندی که اینا دارن قشنگ ازت کولی میگیرن. امروز به ساید 7 بازی 12 بازی رو خروج بدید. اگر نخوند ساید سیاه بازی فردا من روز بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. بلند نده عزیزم، جوش نزن دیگه، جوش نزن. اون اپلیکیشنی که منو 12 و 4 با هم مافیا کنه باید ببازی دیگه. من اگر اینجوری بود میگفتم میبازم. شهر بودم میگفتم اگر 3 تا اینجوری مافیا اپلیکیشن کارت داده بشه میگم دمشتم بقول اکبر عبدی. ناخوان امری میره بیرون یا 5 بازی. ناخوان راه دومی نده، یا 5 یا 5 بازی. من به 9 بازی سر صحبت بلند شدم گفتم 9 مافیا دیگه. تو از کارت من گفتی که چون تو به 9 تارگت زدی پس من 9 رو کار ندارم، تو مافیایی چون تو تارگت. الان میگی من 9 شماره 12. ما دیروز 1 3 9
12 رای داده زیر دو امروز بلند شده 1 و 3 و 9 و شهروند کرده، 12 رو کرده مافیا. اون هفته بلند شش تارگت زدم، 1 اومده گفته چرا به 7 تارگت میزنی؟ درسته؟ 2 6 7 اومده پشتوانه اینا 12 رو داره تارگت میکنه. چین اینجاه، میفهمی؟ 2 5 6 7 اینجا مافیا نشسته، هیچ جا دیگه نشسته. من اصلا دنبال زودیاک نمیگردم. رأی گیری شروع میشه. بازیکن بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. بازیکن بعد. بازیکن بعد. بازیکن شماره 12 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. هیچ چیزی. آفرین، قشنگ مافیا بازی کرد. زودیاک بازی 2 5 6 7 همینجا شاد کن. شهروند بودم. بگیرید رد خونم و سایه و گرگان، هر کدوم دوتاتونو که نمیتونم بزنن، هر کدوم موندید شب میشه. گروه مافیا بیدار. چرا نمیبندم؟ شاید شهر زد. حاجی بزن، یکی رو بزن، نمیدونم، دوها رو بزن، فقط دوها رو بزن. آنشار 9 گان دست شماست، دوها رو بزن. پنجه رو نزنم. دوها رو بزن، پنجه رو بذار باشه. بزن شات تو. ایوه ولی کاش که سر رو میزدم، دو رو میکردیم بیرون آخه. شاید مسخره ای بود. سایه و گرگان کنسخورشون خوبه، یه ذره صبر کن. تیم مافیا بخوابه. گروه شهروند بیدار. گرگان جای گرگان بیدار کردی. کسافت چرا رای میدی به 12 بازی؟ مگر گرگان داره به 7 داره 7 تارگت میزنه. داره به 7 تارگت میزنه. لینک روشنی من. بعد ببین احتمال زیاد من 5 شهروند 5 بازی به هیچ وجه نمیرین. 5 شهروند قطعی منه. خب سمت 5 بازی به هیچ وجه نمیرین. اوکی فهمیدم، ولی یه فکت داره. میگفت 12 مافیاه ولی با 12 رای کشید زیر 7. تپانه بابا، تپانه. این 5 تپانه. شهرونده بابا، تپان. یک روز دیگه شروع میشه. به نظر میرسه یک شب بسیار پرحادثه رو سپری کردیم. بازیکنان شماره 3 و 8 و 2 شب گذشته از بازی خارج شدند. رأیگیری برای استعلام وضعیت.
یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. خب 12 بازی مستقل بازی بود، درسته بچه ها؟ درسته؟ یا من اشتباه میکنم؟ سایه بعد از من لطفاً بگو. سایه خانم مافیای خودتو معرفی کن. اینجا شما رو تارگت دارم سایه خانم. از این طرف 5 بازی سایه خانم تارگت نیست. خب سایه خانم صحبت کن، شما بعد از شما من صحبت. ممنونم. نفر بعد. احتمال زیاد طبق چیزی که من فکر میکنم زودیاک محافظ رو زده، حرفه‌ای هم اشتباه زده. اینطوری که من فکر میکنم، نمیدونم، فکر میکنم 12 تو بازی مافیا بوده، نمیدونم، مقاهی ندارم. امروز 6 بازی رو رای میدی بره بیرون؟ مگه من مافیا نداری؟ 7 بازی رای میدی 6 بره بیرون؟ 5 بازی رای میدی. ببین 5 شهروندمی ولی دیروز یه باگ داشتی ها. 12 رو مافیا داشتی با 12 کشیدی زیر 7. اینو برای چی؟ تو دیگه با 12 یه رای دو تا رای. بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. بچه دیروز تو بازی یه دونه کیکی داشتیم 10 بازی از سایت سپید بوده. خواستم اینو بگم که بدون بچه. آیه یونس شهروند بود دیگه. از 2 3 و 8 مافیا بودن. یه کتونشون که من میگم 2 مافیا. سایه با من بازی کن. دیروز قرار بوده 6 نامی یا 5 نامی به قول خودشون، مثلا اجماع رو ما 5 و 6 بوده، اینا نمیرن بیرون. 6 نمیره بیرون، 12 میره بیرون. یونس شهروند بوده. کی هم میزنه؟ 7 بازی. من باهاتون بازی نمیکنم دیگه. ساید منو در سایه همیشه همین با من بازی نمیکنه. بابا 6 رو بده بیرون، میگی 6 بره بیرون، من امروز با تو رأی میدم. 6 تو این یک مافیای بازیه. 5 بازی 5 مافیای بازیه. بازیکن شماره 1. 2 برد. نه دیگه آبجی گلم نشد بسازی. الان دیگه 6 هم برای من شهر. چرا به 4 نمیزنی؟ 9 بازی چرا 4 رو نمیبینی؟ 4 بازی تو چرا 9 نمیبینی؟ نه به 7 اصلا تا که نزد. 7 مگه منو مافیا نداره؟ آقا من شهروندش دارم. 5 مگه منو مافیا نداره؟ من شهروندش دارم. هرچی هست بین 4 و 9 و 6 که من 4 و 9 رو ترجیح میدم، تو مسیرشون دارم نمیدم. من رأی میکشم زیر آن با احترام. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. 5 بازی شهری مواظب باش کولی ازت نگیرن، گول نخور. یک شهری مواظب باش. ببین 9 گیر کرد تو اون توره، فهمیدی؟ 4 هم از کنارش رد نمیشه. 4 بازی دیروز بازی تو عصبانیت و داد و بیداد بلند شد خورده گرفت به 5. تو به 8 چرا میگی مافیا؟ تو از کجا ساید 8 رو میدونستی؟ 4 بازی نیکنام قطعی مافیایی تو قطعی. من رأی میدم به 4 و 9 رأی میدم، هرچی باد آباد. آخرش باخته دیگه، بیشتر از این که نیست که. 5 بازی شما رو. بازیکن شماره 4. 12 شهروند بود، 8 احتمالا زودیاک بوده، 2 مافیا بوده. درسته. یکی دیگه هم کشته داشتیم، اونم اشتباه بیدار کرده. درسته های شماره 7 میخند. های شماره 7 میخوان بازی کنید خانم سایه، میخوان بازی نکنید، میخوان رای بکشی زیر من، اصلا مهم نیستی. شهر به بازه حقشه به بازه. ما هفته قطعی مافیا این دیگه گردنش هم میگیرم. درسته های شماره 7 میره بیرون به گردن من. نمیدی رای بهش 7 بازیو نت. بازیکن شماره 5. اون نوعی که قطعی تو دک مافیاست. چرا؟ شماره 4 و شماره 9
دیروز شما معتقد بودین که 8 تو بازی مافیا نیست، امروز بلند شدین میگین 8 زودیاک 2 مافیا. اگر این دوتا بینشون مافیا و زودیاک باشه کی تو بازی اینا رو لمس کرده؟ فقط من تو بازی اینا رو تاچ کردم. هم روز 2 بازی هم روز 1 بازی فقط تو بازی من اینا رو تاچ کردم. حالا من امروز میگم کدومتون بره بیرون. امروز شماره 9 رو به ساید من از بازی خلاص میکنید. چرا؟ چون اگر 7 بازی مافیا باشه داره گرا میده بازی رو میندازه رو 4 هم اگر مافیا باشه داره گرا میده بازی رو میندازه رو 7. یعنی اینا هیچ کدوم تو بازی به 9 تارگت نمیزنن. متوجه؟ همین بازیکن 9 رو شماره 9 صحبت میکنه. چال آخه قدرت گرفتی، ستودنیه، قدرتت عالیه. یعنی چاره رو خودم هم امروز اسمش آوردم هم 2 روز پیش اسمش آوردم. چاره بلند شده به من گیر داده گفته تو چرا شیشه رو تارگت میکنی؟ من خودش هم شیشه رو تارگت کرده. امروز یه سایه‌ای بلند میشه میگه نوع بازی، هفته چالش میگیره میگه نوع بازی، 5 قدرت میگیره میگه نوع بازی. من برم بیرون این شهر باخته، شب شاد تموم. من برم شهر باخته، شهر باخته. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. کنی اتفاقی نمیافته. شماره 9 خیالت راحت، تو برو بیرون میخونه یه مافیا. 12 ببینین 2 و نمیدونم 8 و اینا شات شب بودن تقریبا. حالا حرفه‌ای زده اینا، من اصلا آگاهیت ندارم. بفرمایید شماره 4. ببین من 12 که میگم اجماعمون بوده ساید سیاه بوده، هر چی بوده، چون من شهروند بودم 2 5 زده تو سر من. سایه فقط رأی من به تو واسه این بود که تونستی بمب خونسا کنی، همینو بس. اگه شهروندی با من تعامل میکنین امروز 9 بازی میره بیرون. ببینم 4 بازی بلند میشه 9 بازی رو بزنه یا نه. امروز مرسی گاد بازی. آقا بازی از نظر من بو داره، بو. نمیدونم خدای نوع بازی خیلی، یعنی با آدز خطا بخوام بازی کنم تو فقط تو این بازی اشتباه کردی. برو دیگه عزیزم، مهم نیست به بازی میانه. تو بازی رو بازوندی، متوجهی؟ با تارگت هایی که زدی بازی رو عملا ما به تو باختیم. پس تو برو بیرون، من بین 4 و 6 بعداً تصمیم میگیرم کدومش تو بازی مافیان. حالا دیگه کار ندارم. امروز تو خیلی خطا کردی شماره 9، خیلی. مگه میشه یه شهروند اینقدر تو بازی خطا کنه؟ شماره 9 هر چی شده برو دیگه عزیزم، برو. آقا حالا بعد آخر بازی صحبتی میکنم. بچه بازیکن شماره 4 یه اشتباه بکنیم شهر باخته، درسته یا نه؟ داداش صدای من نمیره مثل این که یه سه نامی من شهروند داشته، درسته یا نه؟ امروز تو بازی نیست، امروز توی بازی نیست. اون سه قطعی مافیاست، شماره 7 بازی قطعی مافیاست. من اگه میگه بین میریم برای رأی گیری. الان صدای منو داری؟ گاد بازی صدامو داری؟ آره صدا تو دارم، صحبت کن. صدای من
آقا دارم میگم یه سینامی تو این دک منو شهروند داشته، درسته یا نه؟ منم اونو شهروند داشتم، درسته یا نه؟ امروز توی بازی نیست. بین اینایی که رفتن بیرون هر کدوم مافیا بوده اصلا مهم نیست. نمیدونم کدومشون مافیا بوده. هفته بازی گردن من بره بیرون. هفته بازی قطعی مافیای این دکه، جای اشتباه نداریم. اگه رو نوه شک داری، اگه رو شیشه شک داری، رو هر کی شک داری ولش کن. درسته یا نه؟ هفته رو امروز به گردن من بدید بیرون، بخونه یه مافیا بازی نبازیم حداقل. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. شماره های 4 و 6 و 9 در دفاعیه حاضر میشن. مرسی. نتونستم رأی بدم، بازیم باگ خورده. هفته بازی اگه اومده تو دفاعی قطعی زیرش رأی بکشیدا. هفته قطعی مافیاستا، دارم بهتون میگم. شیشه رو نمیدونم سایدشو، نه رو نمیدونم، یک رو نمیدونم، پنج، هیچ کدومتون سایدشو آگاهی ندارم، ولی هفته بازی قطعی مافیا این دکه. بازیکن شماره 6. من که این بازی اصلا بیت شدم. سایه بلند میشی رای میکشه زیر من. سایه پس تو رو باید بذارم مافیایی که تونسته بمب خونسا کنه. یعنی اگر این کارو کرده باشی بازی خیلی کثیفی کردی سایه. این از این. شماره هفته بازی من تا الان مسیرم به 9 و 4 میخورد، ولی تو نمیدونم چرا رأی نمیاری. 4 هم که دیسکانک بود نتونست به تو رأی بیاره. پس تو میخونی مافیایی که رأی نمیاری غیر از بنده. بازیکن شماره 9. وقاحت مافیاست دیگه بچه ها. امروز روز وقاحت مافیاست. یه شهروند بره تمومه. باید روز وقاحت مافیا شیشه بازی از یارت عقب بکشی، با یارت بازی کنی. 6 و 4 مافیای بازی هم. من حرف دیگه ای ندارم. میخواین رای بدین به من، منم برم بیرون. شهر میبازه. 5 بازی شمایی که برات فرق نداره یه بار میگی نه تو شهروندی میدمت بیرون، بازی اشتباه کردی دیگه، درسته؟ من فکت مافیایی نده شهروند. 4 و 6. رأی گیری شروع میشه. بازیکن بعد. نفر بعد. با توجه به آرا کسی خارج نمیشه، اما در سابقه بازی ثبت میشه. شب میشه. گروه مافیا بیدار. چینمون رفت لاکار. بزن پنجه رو بزن. نمیدونم هر کی زدی چینمون رفته لاکار. پنجه رو بزن. بعد ولیحانه رأی کشیدیم، این نامردم رأی کشیدن.
تیم مافیا بخوابه. تیم شهروندان بیدار. سایه امروز یکی گوش کن مایی که تو ببر لعنت بهش بستن از بین من و تو رو میزنن. بابا بین 4 و 9 یارن. این شیشه احمق رو بفهمون. این 5 شیشه رو 5 رید تو بازیمون. یه جوری به این شیشه بفهمون. بگو بابا 4 رای کشید زیر شیشه ولی رای نکشید زیر 9. 4 و 9 مافیان امروز ما رو میزنن. 100 ما رو میزنن. شاید منو نزنه تو رو بزنه چون به من گفته مافیا، احتمالا منو نزنه. چجوری من اینا رو بفهمونم آخه؟ بابا چرا حالیتون نمیشه آخه؟ چه گرفتاری روز میشه. دیشب بازیکن شماره 5 از بازی خارج شد. یک دور همه بازیکنان صحبت میکنن و امکان دادن چالش نیز هست. خانم شماره 9 مگه شما تو دفاعیت نگفتی 4 مافیا هست؟ برای چی رأی ندادی 4 بره بیرون؟ امروز 5 بازی 7 بازی با من بازی میکنید بین 4 و 9 خروجی داریم. اون 5 فقط تبر زد. نمیدونم چرا رأی نداد. فقط تبر تو این باز. شهروند قطعی هم 6 هفته شهروند من. آقای نیکنام شما من بمب و خونسا کردم ناراحت شدی اومدی تو دفاعی عصبی شدی. شاتت هم شب قبلش نشسته بود عصبی شدی. 4 و 9 هفتشون مافیا. بازیکن شماره 9 مافیا سایت هم نمیذاری شیشه بره. چرا اجازه نمیدی شیشه بره؟ شیشه مگه مافیا مگه نمیگه تو یه بار مافیا یه بار شهروندی؟ شوخیه؟ دروی مخفیه اینجا؟ شیشه مگه نمیگه سایه تو بوم خواسته کردی مافیای بازی بعد میگه سایه من تو رو شهر دارم. نه امروز شیشه از دروی مخفیه به خدا. با من بازی نمی کنی؟ نکنه تو یارشی سایه. یعنی اشتباه دارم شهرونده تو. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. من به شیشه فقط به خاطر این رأی دادم که 7 رأی داد یار 7 رو بکشم بیرون. خانم شما قطعی مافیا اینده که یار 7 بازی است. خانم شماره 1 اوشن شما رو بیدار کرد. شما مشکوک بازی بود. اوشن که شما رو بیدار نکرد که درسته یا نه؟ درسته؟ یه نفر از اینایی که بیرونه الان اوشن بوده. درسته؟ من قطعی شهروند اینجا. درسته؟ من حتی از این که شما بمب خونسا کردی که ناراحت نشدم که گفتم یا پاشه یا پا نشه. محافظ ناراحت شده بودم؟ نه. هفته بازی قطعی مافیاییده که 9 بازی هم یارشه. آن شماره 6 من فقط به خاطر این به شما رأی دادم که یار 7 بازی رو در بیارم. تموم شد دارم. خانم شماره 6 منظورش. سپاسگزارم. نفر بعد. 1 و 6 بازی خوب گوش کنید. هم مواظب به دیالوگاتون باشید هم چالش هر کی خواست سریع بدید. اینجای بازی کیکی میاد. 4 بازی مگه نمیگه 7 و 9 یارن؟ چرا دیروز رأی نکشیدی زیر 9 بکنی بیرون؟ 6 بازی ما شهروندیم ناآگاهیم به ناخونام من شک دارم. تا دقیقه آخرم باید شک بکنم تو شهری یک شهر قطعی. 4 9 امروز 4 رو بده بیرون فردا 9 نه 9 رو بده بیرون فردا 4. 5 بازی داریم میشنوی. خیلی بد بازی کردی. بازیکن شماره 6 شمارش دست هم بازی میکردیم خیلی تابلو یار هم بودیم.
شماره 4 که مظلوم نمایی میکنی و شهر نمایی میکنی، میگه محافظ برای یک بلند شه، شهروند دلش میسوزه. منی که گفتم شماره 1 بازی براش بلند نشه، من 1-7 دارم به شما ببازم. امروز شماره 4 و 9 لب همو میکشن. 9 که اصلا لبش هم نمیکشه، گفت 5 و 6، 5 که خون شهروند. چرا 6 نمیزنی شماره 9؟ بزن بره راحت چی دیگه، یه 6 هم بزن تموم شه بره دیگه. تموم شد. 9 و 4 بازی میخوام به 1-7 ببازم، به 1-7 ببازم. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. ببین شما منو شهری لایک دارین، لایک بده یه من شهری اون حرف آمدن نداری یاری ماره. منظور اینه میشه امروز یا یک نفر میاد بالا که امکان پذیر نیست چون موافقه دیگر رو بالا، یا میاد بیشتر از 2 نفر. گوش بدید، گوش بدید، بیشتر از 2 نفر میاد تو رأی یا بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. میگم گوش کنید بچه‌ها، شیشه بازی گوش کن، حواست به دیالوگات باشه. ببینین 4 بازی تو ترن خودش داشت یه دیالوگایی میکرد که لایک و دیسلایک بگیره از 1 بازی. 6 بازی چالش میخوای بدی، من جونم در اومد تو تا به سایه چالش بدی. بابا چالشاتون اول بدین، جفتی مافیان بدین، به اصلا حرف نزنین، نکس بدین، فقط بره تموم شه این بازیه، تموم شه، فقط تموم شه. من به اینا نبازم. متوجه شدین؟ شهروندید باید 4 و 9 بدید بیرون. 4 به من میگه مافیا، 9 هم مافیا. دیروز بهش رأی نداد بره بیرون. شانس آوردیم 6 رو ندادیم بیرون، وگرنه بازی تموم شده بود. شانس آوردیم. 5 بازی بشین از همون پشت ویترین. بازیکن شماره 6 ببین شماره 7، من هیچ اشتباهی نکردم تو این بازی. خب میای تو با من بازی کنی، من 4 رو مشکوک دارم، هم به 4 رای بدیم هم به 9، ولی خروجمون 9 باشه که همینجوری شهر رو ترور کرده. مثلا 5 و منو که با 5 بازی میکردم شو انقدر یار هم دیگه بودیم. آره 9 رو بدیم بیرون یا 4 رو بدیم بیرون، جفتش گله، ولی رای خروج رو بدیم به 9 مساوی نشه رای. به 4 بدیم 1 سایه، به 4 بدیم، به بازیکن 4 شماره 9 صحبت میکنه. میکنم. من واقعا برات دست میزنم شماره 6 بازی. دیروز میگفت همراه 4 رای میدم به 7 مافیا، امروز اومده میگه 4 و 9 بیام بالا. نخی از این خبرها نیست. سایه باید دیالوگ میکنم. امروز فقط منو میاریم بالا، رأیتون بجز من به هیچ کی دیگه نیست، رأیتون بجز من به هیچ کی دیگه نیست. فقط منو میاریم بالا رأی میدین به من. 6 بازی فقط منو میاری بالا رأی میدی به من. اصلا من نمیپذیرم بعد از بازی از هیچ کدومتون نمیپذیرم بگین نوع بد بازی کرده. هیچ کدومتون رأی نمیکشین جز نوع بازی. 4 و 9 بیان بالا، 9 رأی، ولی به 9 رأی بدیم. آره به 9 رأی بدیم بازی رو ببری. 6 بازی. بازیکن شماره 4 میدونی چرا بهت لایک نمیدم؟ چون داره با 7 بازی میکنه. 7 قطعی مافیای بازیه. خانم شماره 6 تو میخوای به 1-7 به بازی؟ نمیخوای به کسی که میدونه اوشن کجای بازی بوده، کجا نشسته بوده، کجا رفته بیرون بازی کنی؟ آی شماره 7 تو که اوشن نیستی که، درسته یا نه؟ تو مافیای این بازی هستی، درسته یا نه؟ من بین 9 و 1 گیرم که رأی نمیخوام بدم، وگرنه 7 بازی قطعی مافیای این که بباز، به همینا بباز، حله. به من رأی بدید، فقط رأیتون زیر من باشه، درسته؟ فقط رأیتون زیر من باشه. دمتونم گرم.
شاید نیکنا دیالوگ فول داشتی داداش شرمندت. میریم برای رأی گیری. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. شب میشه. گروه مافیا بیدار. تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان از الان شروع میشه. این به بازی چالین آمان دیشب من شعبده بودم. این شیشه اگه 4 مافیا بخونش شیشه مافیاست دیگه. میگفت 4 و 9 بیاریم بالا 9 بدیم. من میترسم گرگانم حرفه‌ای بوده که پنجره زده بود. فهمیدی؟ گرگانم حرفه‌ای بود که پنجره زده بود. موندیم به کی دست بدیم سایه؟ به کی دست بدیم؟ به نوحه؟ ببین 2 تایی موندیم که حله. اگه 2 تایی بمونیم حله. ولی فهمیده لینک باشنی. شیشه مافیا میخونه به نظر من. حالا اگرم 9 مافیا دیروز زیر خوردن 4 گوش کن. روز میشه. چهار بازی با ساید سیاه از بازی خارج شد. بچرخ. یک دور همه بازیکنان صحبت میکنن و امکان دادن چالش نیز هست. توی شیشه بازی 4 مافیا مالا 9 بره بیرون که یارش بمونه. روز قبلش هم میگفتی 4 بازی من باید بازی میکنم 7 رو بدم بیرون. من دیگه حرف نمیزنم. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. خانم شیش بازی یه 2 تا فکت خوشگل برات دارم. دیروز تو 4 نفر کی اجماع میخواست وقتی ساید 4 رو نمیدونستیم؟ شما یه رأی دادون 9. ما 4 رو مافیا داشتیم. شما میگفتی 4 و 9 بیارید بالا 9 بره بیرون. درسته؟ 12 گان کشیده رو سرت بلند شدی میگی شهروند بوده. خودت قبول داری یه شهروند رو گان کشیده. چرا؟ پشتی گفتی 12 شهر. اینا فراموشی دارن یا میخوان خودشونو بزنن به فراموشی؟ پشت گفت 12 زودیاک بوده گان زده تو سر من. درسته؟ زودیاک کارت شهر. بازیکن شماره 7. ببینید بچه ها به برایند بازی بخواید نگاه کنید الان سفید قدتون منم. 4 بازی دیر بازی فقط میگفت 7 بازی. درسته؟ 7 بازی بین 1 و 6 و 9 گیر کرده. درسته دوستان؟ 4 بازی دیروز رأی خروج زیر شیشه کشید ولی زیر 9 نکشید. سایه گوش کن، حواست کجاست؟ دیروز بازی رأی خروج داد به شیشه بازی. اونجا نمی اومد یارشو بده بیرون که 9 بازی مافیات سایه.
من نظرم اینه با برایند بازی حساب بکنی 4 رأی خروج داد به 6 که سایه اونجا تو 4 نفر 5 نفر که نمیاد یارشو بده بیرون و تنهایی بشینه اون وسط ملق بزنه. بازیکن شماره 6. یا منو میدین بیرون یا من بمونم فقط به 7 دست میدم تو کیاس باشم، فقط به 7 دست میدم، چون همه رو با فکر صحبت کرد، چون از روز اول تارگتش من بودم. دیروز اومده الکی به نوغل یه لپی کشیده، ولی به قول شما رقم داره رنگشو میکشه زیرش شیشه میگه شیش ببخشیدا من دستم مردم بالا واسه تو که به خاطر فلان و فلان. خب معلومه مافیا بود. بعدم اصلا داشت دروغ وارد بازی میکرد. ماسون بیرون بازیه، ماسون بلند شده احتمالا رفته بیرون. من کی گفتم سایه ممنونم. نفر بعد. آیه تو چی کار میکنی؟ چه بازی کنی هستی؟ ماشال عجبا. سایه 12 بازی رو من گفتم مافیا یا ساید سیاه، چون بلند شده تفنگ رو زده تو سر من. 7 و 1 سفیدی نو بیرون بفهم شماره 7 نو بیرون نو. تارگتات چی شد؟ همه شهروند در اومدن. شماره 9 پشت سایه قایم شدی. بازی رو گفتم به 7 و 1 میخوام ببازم. سایه که این همه اشتباه داشته میخوام ببازم بهش. سایه با این که بلند شده بمب و خونسا کرده زده من میخوام بهش ببازم. نفر بعد. که بچه ها میخواید امروزم رای ندیم؟ میخواید امروزم رای ندیم؟ باید شاتشو بزنه، چون قانون جدید که اومده نمیتونه 2 شب شات نزده گاده بازی کیکش میکنه. امروز رای ندید بذار مشه، ولی 9 مافیا سایه 4 بازی زیر 6 بازی رای کشید. تو چند نفر؟ تو 5 نفر نمیاد یار خودشو بده بیرون سایه که. حالا اگه این کارو کرده دمش گرم، من نمیدونم واقعا. اصلا سایه من خودت برم سفید ندارم اینجای بازی. میدونی چی بهت میگم؟ بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. بندی خونده. ببین تو از اول بازی داری به من میزنی، من به تو میگم سفید. اوکی. من به آقای شهروند مغزم میچرخه. آقا جون 6 دیروز میگه 4 و 9 بیان بالا 9 بره بیرون. خب من حق ندارم فکت بیارم برایم تو مافیایی چون 4 سیاه بوده، ولی یه فکت دیگه برای 9 دارم که خیلی قوی تره که آوردم دیروز. 9 بازی شما تو ترایت دیروز پیروز گفتی 4 مافیاست با ما رأی ندادی بهش. 4 به تو رأی نداد. امروز رأی گیری نداریم. آقا رأی گیری نداریم. به 6 بازی بابا منو پاره نکنی، من کیک علکی نمی کنم. نگاه بذار دیگه، داره در حد حق ساید مافیا ظلم میشه دیگه. شیشه خیلی کنسومت میخوام کیکش کنم، همینه که هست. بچرخه. الان رم تو کیاس کارد بازی تموم نشد؟ کارد بازی بله تو کیاس الان. آره رفته کیاس. الان کیاس اگر 6 مافیا که تموم میشه. یک بازی سب 7 بازی یه درکه ببن مایی که تو آرمان تو به من بگو الان منو مافیا داری یا اون 9 رو. 9 بازی تو هم اینو مشخص کن. من الان میخوام 9 بازی مشخص کنه کدوممونو مافیا داره. حله سایه گوش 9 بازی. من 6 مافیا داشتم همراه 4 بازی. مگه نمیگی 4 به 6 بازی رای داد به 9 رای نداد؟ شاید 4 اونجا یار فروشی کرده 7 رو بخواد مافیا. من سایه رو مافیا ندارم.
خودم هم مافیا ندارم. میگوشم به تو که داشت یار فروشی میکرد روز وقاعت بازشم رای نداد. اون موقعی رای گیری دیسکانکت شده بود رفت تا بازی بعد من دیسکانکت شدم نتونستم رای بدم. یعنی شیشه بازی رو من مافیای بازی داشتم هنگ کردم. من سایه رو کردی شرایطی مافیا رو ندارم. مافیا اگر فقط یه چیزی بگم اگه گاد بازی جای پر نشسته بود زودتر بازی تمام شده بود. یه رأی میداد نوه میرفت. نمیدونم آرمان تو چرا هنوز منو مافیا داری؟ چرا شک داری؟ این همه من چند روزه دارم با تو بازی میکنم. یه در زیر مایکت نوه قطعی منو یه در تو سب کن بذار من حرف بزنم میرم زیر مایکم. نوه قطعی منو شهروند داره. میفهمی؟ قطعی منو شهروند داره. این خیلی جالب. سب کن سایه بازی تمام شده. الان این حرفا رو جدی داری میزنی شوخی داری میکنی؟ رای بده نوحه بره بیرون بازی تمام شده که دنبال چی دارید میگردید؟ من دوست داشتم حرفای اینو بشنوم همینجوری. بازی الان طبقه اتفاقات من میگم سایه اگر میگم مافیا باشه من بهش میگفتم تو شهروند قطعی بازی. چرا اومده گفته هفته دوست یار فروشی میکرده چرا به هفته رای نداده؟ دیسکانکت شده برگشته میگه من دیسکانکت شدم به هفته رای نمیدم. نتونستم بدم داشته یار فروشی میکرده. اینقدر شیشه بعد بازی کرده 4 و 9 بیام اجازه میدی محمد تایم تموم شد نوح بازی اجازه بده منم حالا بگو. نگران نباش 220 ثانیه وقت داریم. 220 ثانیه وقت داریم. نگران نباش. میگم ببین برو زیر مایکت برو زیر مایکت. شما که معلومه میخواین چیکار کنین. بذار به گرگان مایک بدم صحبت کن. آقا میذاشی رأیشونو بدم. واقعا سایه من دیگه تو این دک نمیام بازی نمیکنم. بابا من داریم بازی رو نگاه میکنیم مسخره نیستیم پیر مادر رو بده رأی بکشین دیگه بابا. بره تو کیاس چی بابا فکسشو داره میاری. بابا رای دادی یارو پنجه رای نداد. پنجه تاپم زد. سایه یه لحظه صبر کن گرگان ببین الان داری اینجوری میگی بازی خراب شدنش اول به میریم برای رأی گیری. شما آقا یه دقیقه من یه چیزی بگم. من رای ندادم دوستا خدایی. من از روز یک دارم میگم مافیا شما رای کشیدین زیر 6 میگی 5 رای نداد. من رای با 9 چاپ کردم که 6 شهروندت از بازی بیرون نره. رای با 9 تو بازی برابر کردم. رای کشیدم زیر 9 که 6 شهروندت بیرون نره. من تو بازی با شهروند ساده بهترین بازی رو کردم. خود خب بذار باز کنیم بازی. خب بازی در اینجا تموم شد. 11 با کارت شهروند ساده 2 مافیا کاور کرد. میخوام بهش مایک بدم گفت به مایک بده. خب دیگه من سعی کردم با مافیا بازی کنم زودیا کم نبودم گوش نمیکنن دیگه 9 و 4 گوش نمیکنن. بابا منو باید می آوردیم تو تیم خودتون شهر رو می بردیم. نه آدمتون گرم. فقط میدونی پشمای من کجا ریخت؟ اونجایی که 12 رفت بیرون.